مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو با خبر شوید. من آمدم دیهم من برگشتم شرف مدیا تقدیم میکند. خدا را صد شکر که باز به خانه خودم رسیدم. مادر، برفین دخترم، مادر جان، مادر جان، دخترم، مادر برات پسرم، پسرم، شما رو خیلی پزمان شدیم. من هم تو را پزمان شدم، همه اتون را پزمان شدم. در آخر همه یک جا شده مادر جان. ولی یک جا شرف شدیم. مدیا تقدیم میکند. شکر، صد شکر. خدا خواهد یک جا می شویم. آقای زلال ممکن است؟ شما سلامتیتون چخیر؟ دستخون رو بیار. شما خسته شدید پای زلال؟ تشکر. شما خورو خدا از شما راضی یه باشد. چیز خورید؟ چرا زحمت کشیدید؟ لازم نبود. خیلی زحمت. این خیلی نگوید خدا راضی باشد. بخیر است؟ یگان واقعه شده است؟ شکر که شما رو میبینیم. هیچ چیز نشده است پای زلال. خدا از اون جای ها پناه دهد و خدا خیلی زیاد شده. خدا از حکومتدارانمان راضی باشد. شما را رها کردم. صد شکر که به شرف مدیا تقدیم میکند. دستم را زخمی با کردم. کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو با خبر شوید. ما شما را میبریم. اول خوراکتان را خورید. تشکر. خورید گیرید. مرحمت. مرحمت گیرید. تشکر. داماد خطیشه رو بردند؟ بله او رو بردند. دیگر ایلاج نداشتیم پسرم. رفتنش خوب شد. به مدام گذاشتند. اپای خدیجه حیف شد. و دختر زلال کاری ماشی بلا با پسش. دختر زلال گفته او را دشمن می حسابید، اما با زینب چیزی نشود گفته اپای خدیجه با خواست خودش رفت. به خدا راست میگویی. شرف مدیا اگر تقدیم به جز رفتن میکند. دیگر چاره داشت خودش تنها چی کار میکرد؟ راست میگوید امک رفیع. من نباید خدیجه را به آنها میدادم. من باید با آنها طاهر کنم. پسرم نرو. دکتر به سرت بلا نخر، کارت نباشد. آقای دکتر، مادرم کمی ناتاب شدن. اومدم میدیدید. لیلش رفتیم. خدایا توبه، این رو بینید. دختر زلال به سرمون بلا شد. بره باتخانه. راگا باتخانه نه. باتخانه بره. پسرا بله گذار. قربانتون شوم امک، به من رحم کنید.
عزیز به من روزی خوش نداده بود. اکنون شما هم به من جبر نکنید. التماس به من رحم کنید. مونید به خونه مونده و التجا میکنم. گوش کن دخترم، من برای فایده خودم میام. از این پس جبر و ظلم تمام میشه. خوشبخت میشوی. تو را سایبی میکنم. خدا را به دست گیر. او را بر کمی استراحت کن. التجا میکنم به من رحم کنید. التجا میکنم. بیا دخترم. خدا جان، فقط شما منو فهمیده میتونید التماس گویید مرا رها کنند. دخترم، مگر آنها مرا گوش میکنند؟ با قربان تو شما خدا جان، التماس به من کن. خدا جان درو محکم نکنید. خدا جان. سینون می آید. سینون اینجا نابادار است. همه از پس کار شود. کنین از پس کارتان شوید. روید. بهرام، اینها نام آمدند؟ بله سینون. از کجا آمدند؟ از بالا فرستادند. نخواد. خب مرا خوب گوش کنید. در بینمان برای نفرانی که آیلهشان را پزمان می شوند و زمین، دین و پرچمشان را دوست می دارند جای نیست. دانسته مانید. تو در آیلهتان از همه زیاد که را دوست می داری؟ مادرم را. تو پدرم را. تو مادرم را. تو اپام را. اپاد را. من هیچ کس را دوست نمی دارم. آفرین. که ما روی سینون با او استفاده بردن سلاح را یاده. کنی بیا. زود راگا. برای جنگاور خوب شدن نباید یگان کسی عزیز داشته باشد. دوست داشتن این ضعیفی است. نسبت عائله‌تان هم نباید آن مهر داشته باشد. نسبت مقدسات هم این چنین. مرا فهمیدید؟ شما اکنون همه آن چیزی که عزیز می داشتید فراموش کنید. پدر و مادر، زن و فرزندتان را هم فراموش کنید. فهمیدید؟ بهرام، به اینها چطور فراموش کردن را یاده. روید. آموزید. روید. با من بیا. تو برای چی می آیی؟ همین جایی است. مایل سینون. رفتم که چه؟ چرا با من داد میزند؟ کنی گذار. گبزن، چرا پول تشکیلات را دزدیدی؟ بعد از بیدی باز تو سر کردی. تو با کی خدمت میکنی؟ گبزن، با کی؟ من پول رو ندزدیدم، باکی افتونیدم سینون. رو نگوی. مشتر از پست فرستاده بودم. تو را تعقیب کرد. همش را دیده است. به من نقل کرد. تو پول را دزدیدی. مادرت آمده تو را نجات داد. به خاطر خواهرم کردم سینون. برای بدریه کردم. برای او را نجات دادم. پدرم خواهرم رو به یک مردی پیری به شوهر دادن میخواهد. پول رو به پدرم دادم تو بدریه نجات یابد. که چه؟ در اینجا آیله گفتنی چیزی وجود ندارد. مادرت را دشنا میدی. کنی زودتر. من مادرم را دشنام دادن نمیتوانم. میتوانی ابله. میکنی گفتم میکنی. فهما آیلهتان را دشنام کرده بودی. در پیش چشمانم آیلهتان را دشنام کرده بودی. تو را با آنها دیگر چیزی نمیپیوندد. در اینجا مادر، پدر، خواهر گفتنی چیز نیست. در اینجا تنها جنگ است و سلاح. فهمیدی که چه؟ فهمیدم سینون. اکنون با مسئله پول برمیگردیم که چه؟ این کار را نباید کسی فهمد، وگرنه تو را پوست میکنند. باری دوم نمیبخشم. در خاطر دار از این پس به اجازتی من با ششگاه را ترک نمیکنی. مرا فهمیدی؟ فهمیدم سینون. مرا گوش کن. کاری کرده ای که چرا با کسی نمیگویی.
دیلا دخترم خواهی زیاد شما را آزاد کردند. بله آزاد کردند. خدا را شکر خواهی زیاد. مرحمت گذارید. آقای دکتر نیستن؟ نه با انگشتتان چی شد خواهی زیاد؟ آدمان تشکیلات مرا عذاب دادند. در حبس خانه؟ بله. بابا ابراهیم آمدم دیلا؟ نه از بابایم حالم خبری نیست. چقدر وقت گذشت معلوم که با اون کس چه واقعی روی داده است. خدا نگه دارد دیلا. این طور نگوی. خبری بد زود میرسد. اگر یگان چیز میشد میشونیدیم دخترم. دخترها گفتن که خالای زیلال آمده است اما باور نکردم. چه حال دارید خالای زیلال؟ خدا شکر خوبم. دیلا به شما نگفت که در نبودنتون در دیه چه واقع روی داد؟ چی شد؟ خالای زیلال اگر واقع ها رو فهمید بخیر است دیلا؟ یکونش دکتر و معلم خانه دار شدند. خانه دار شدند؟ بله خالای زیلال. اینش هیچ چیز. در وقت توی سلوداران آمده زینب رو بردن. تو چه ها میگویی قزبان؟ اینش هم هیچ چیز خالای زیلال. خدا رحمت کنه. دامادتون مرد. قزبان دیدی چی گفت قزبان؟ چی؟ های دختر تو چی ها میگویی؟ کی مرد؟ قزبان بس اکنون بس کن. چرا تو پینهان نکنید؟ چی دروغ میگویم؟ مگر اپای خدی چرا با فرهاد خاندان پدرشون هم دروغ است؟ چی؟ تو چی ها میگویی قزبان؟ خدیجه با کجا می روید خالای زیلال؟ خدیجه را به دست آنها نمیدهم. دختری من به صاحب نیست. لفت داملا را بیار دورسون. باید زودتر نکاح کنیم. خوب شد است نکن. زود باش. پدر چی میخواهی؟ من با ینگم خونه دار شدن نمیخواهم. بدریه رو چی میخواهم. میخواهی؟ بدریه را میخواهی؟ به من گوش کن فرهاد. موسی برای دخترش پول زیاد شرف میخواهد. مدیت تقدیم ما پول میکند. دادن نمیتوانیم. تو این را میفهمی؟ دختر هم رفت گپ زد. چی شد؟ دستی خالی برگشت. شما مرا دشمن میسابید، اما من خوبی شما را میخواهم. مرا فهمیدی فرهاد؟ انا خدیجه او دیگر برایت ینگه و اپا نیست. خانه دار شو و هم در بین راه نماند. من با ینگم خونه دار نمیشوم. من بدریه رو دوست میدارم. احمق، مرا دیوانه میکنی. من در میگویم تو دیوار میگویی. پدر آخر من بس کن، دیگر چیز شنیدن نمیخواهم. استید بس است. او شما را فهمید. تو به درون رو رای داد نزنید. باز با خودش یکون کار نکند. بعد از عزیز من طاقت غم ایران ندارم. دانسته مانید. نترسید مادر. من خودکشی نمیکنم. گفته آقای دکتر رو بجا میارم. تا آخر مبارزه میبرم. به این نگر به کلام حاضر برآمدن را دختر بده آموزاند. ها؟ زیده میبرایم پدر. حق خودم رو میخواهم. احمق، این آخری حاضر من با تو حق نمیدم. آقا جنابی سبا آمدن. خوش آمدید جناب. خوش باشید. با تو گپ دارم. مرحمت کنید. مرحمت بدرون دارید. یک پیاله چای می نوشید. لازم نیست. شنیدم که عروست را برگرداندی؟ با شرافتی شما. من گفتم را اجرا کردم. اکنون نوبتی توست خلیل. در آن طرف سرحد اصلی تشکیلات را آوردم. باید آنها را گیریم خلیل. این کار را با فرهاد سپاریدم. رفت اصلی را بیارد. خوش. چی میگویی خلیل؟ میدانید جناب این کار کمی خطرناک است. میترسم که فرهاد از اودش برآمدن نمیتواند. خودش چی گپ؟ از گپت میگردی خلیل؟ نه جناب من از گپم نمیگردم. البته نمیگردی. بله نمیگردی. مرا گوش کن خلیل. پسرت خرد نیست. باید به کارهای خطرناک عادت کند. فهماد؟
معلم، انت مو شايف انه هالعملية كتير خطيرة؟ مزبوط عمر، بعرف انها خطرة، ومشان هيك لازم الناس البسطة هن يعملوها، لأنه إذا صار أي شيء ومسكوهن لهدول الناس بيفكروا العسكر إنه هي عملية تهريب سلاح عادي، وبهي الطريقة بنضمن إنه نحن ما نتضرر. صحيح، لأنه إذا حدا عرف إنه سلاح الدولة عم يروح للتنظيم راح يتخربط الوضع كتير يا معلم. بس فكرة أخذ السلاح من دولة تانية وتهريبه عن طريق حدودنا فكرة كتير ذكية. والله بنخاف منكم يا معلم، لأنه أنتوا عم تحاربوا الدولة بنفس السلاح تبعها. وهالفكرة مستحيل تخطر ببال حدا، عن جد مو معقولة هالفكرة. تشكر بجدة. کنی زودتر. من مادرم داشتم شده نمیتونم. میتوانی ابله، میتوانی گفتم میتوانی. دخترم پدرم در خونه هستم. نیست، بگاهی برمیگردد. به خانه درو برای خوراک بیارم. چای گرم آوردم کیچه. چای گرم آوردم. نمیخوام. از نظرم دوشا مجده. من از دستی خبرکش چیزی نمی‌نوشم. این طرف نگوی کیچه. من در اینجا از همه زیاد تو رو دوست می‌دارم، لیکن از ترس سینان همه کارهایت را با او گفتم. خوب کردی. با گناهی تو اکنون خواهرم بدبخت می‌شود. کیچه، برعکس خوب شد. سینان با گم کردنی پول باور نمیکرد و این دفعه تو رو میکشت. با من عقل یاد نده. دفع شو از نظرم. آقای خلیل، زلیخا. صدای مادر جانم. زلیخا. مادر جان اینجایم. مادر اینجایم. به فکرم اینجا کسی نیست. آقای خلیل. خوش آمدید خانم زلال. خوش باشید آقای خلیل. خوش آمدید. مرحمت. تشکر. خوش آمدید خانم زلال. چه حال دارید؟ خوب هستید؟ شکر خوبم. همدردیم را قبول کنید. کاری آن به انصاف ها تنها خانواده رامکنی است و بس. مرحمت گذارید. خدیجه در کجاست آقای خلیل؟ برای بردن او آمدم. تو چه ها میگویی ای زن؟ خدیجه خوب است. عزیز مرد، اما او حالا هم عروسی ماست. بایش کجا نمی رود؟ مادر جان التماس. مادر جان من در اینجایم. منو مادر جان. خدیست. من در اینجایم مادر جان. مادر منو خلاص کنید. عزیز مرد. خدیجه بیوه ماند آقای خلیل. من او را به خانه میبرم. بایش کجا نمی رود زلال. خودت را بیهوده عذاب نده. گویا از عرف و عادتمان بیخبر باشی. به خانه برگرد. سر ما را گرم نکن. خدیجه دختری من است آقای خلیل. شما حق او را از من گرفتن ندارید. من هم به مثل شما عرف و عادت من را میدانم. شما حق ندارید که به رازیگیش او را با فرهاد خانه‌دار کنید. شما خودتان را کی میحسابید؟ من دخترم را به شما نمیدهم. ای صبر کن. یا شرفی زلیخا، تو کاردان نشو. بگذار از خانه هم برآمده رود.
این چی کاری کرده اتون آقای خلیل؟ و من خطی چرا دیهید و من میروم. حیات فرهاد را هم نسوزانی. بله پدر، خالای زیلال راست میگویم. دمت را گرام نه. شاید مادر جان من در اینجا خریفتی جمع کنم. دوست برو دا. مادر جان اصلا برو برو را. مادرم خطی چرا فراموش کن. دیگر پاید را با اینجا نگذار. فهمیدی؟ من زنی تنهایم. شوهر ندارم که پشتیبانم شود. دخترانم را از دستم گرفتم، دیلاج ندارم. اوه فراد، مردی خونه اما مادرت در چه حال است نمیدونی. خدا شفا دهد. خیزید. تشکر. کاش با خالای زیلال مانعم میشدی، با اون ده نمیرفت. خواستم صدیراهشان شوم اما گوش نکردند. با سرش چی بلاهایی که ناامد. بعد از دست دادن برفین باز مشکلی های اپای خدیجه با سرش بار شد. زنی بیچاره در حالت وزنین است. نمیدونم چی طور کمک کنم. احوال خالای زیلال شما رو خیلی ناراحت میکند. در دهه کسی به مثل شما با اون کس کمک نکردند. حال آنکه خالای زیلال شما رو خیلی رنجوندند. بله. برای من رو از دهه پیش کردن کاری از دست شما رو کرد. برای بین من و زینب جدای انداختن هم کوشش کرد. باید با اون نفرت می‌داشتم، اما نسبت خالای زیلال در دلم یک گرمی حس میکنم. مرحمت. خط کشان می آید سینام. کنی این چیزها را جمع کنید زودتر. بخیر از برگوت؟ از جناب سبا خبر آوردم. کنی چی خبر؟ از اون طرف سرحد سلاح می آورند. جناب می خواهند که آنها را قبول کنید. سلاح را به کجا می آورند؟ سلاح ها را به خرابازارهای دهه ورگنیز می آورند. خیلی خوب. من زود به ده آدم فرستاده سلاح را می گیرم. تو گذر کمی استراحت کرده شکمت را سیر کن. تشکر. کنی با برگود یکان چیز بیارد شکمش را سیر کنید. مجده بیا. لبای سینان. 3 نفر را آماده کن. بعد هی ورگینیس به نزد جناب سبا تو می روی. خوب شده سینان. پدر من رو با خود نمیبرید. آخر باید من میرفتم. از خدیجه شش نکنید. باز یکم بیعقلی نکند. پدر چرا من رو با خود نمیبرید؟ مجده کچه؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ با تو گپی مهمی دارم. تنها گپ میزدیم. شما رفتن گیره. من شدم مجده. به دهه من میروی میدونم. بله از آنجا چیزی میاریم. خواهرم رو انتظار است. با امید است که او رو خلاص میکنم. مجده سینان برآمدن تو رو من کرد کچه. التماس بدریه رو خلاص کن. خواهرم رو به دوست داشتهاش رسون. برای گریختنشون کمک کن. تو دیوانه شدی کچه؟ من نمیتوانم. گوش کن مجده. خواهرم رو با اون مرد پیر میدهم. بدریه طاقت کردن نمیتوانم. قصد جانش میکنم. کمکش کن.
бадрияро бо дӯстдоштааш гурезон, соҳиби хонаву фарзанд шаванд. майлаш кеча, ман ба хоҳарат бадрия кӯмак мекунам. ташаккур. инро гир, ҳамашро дар инҷо навиштам. бадрия ва фарҳодро зудтар меёбем. ту хавотир нашав. майлаш, барори кор. хоҳарамро наҷот деҳ. илтиҷо мекунам. бадрия лабай модарҷон, куҷо меравӣ? магар намебинед ба сари чашма барои об меравам. зудтар биё, дер накун. чаро дер кардӣ бадрия? напурс, модарам қариб мефаҳмиданд. чӣ шуд? ягон чиз гуфтанд? не, ҳеҷ чиз нагуфтанду. фарҳод, аҳволамон чӣ мешавад? бадрия, падарам аз фикрашон намегарданд. манро бо янгам хонадор кардан мехоҳанд. чӣ кор карданамро намедонам. аз як тараф падарам, аз тараф дигар ту. ҳайрон мондам. худо шоҳид, хеле ча янгам аст. аз ин пас ҳам чунин мемонад. туро чӣ қадар дӯст доштанам. худо нағз медонад. ман фикр мекунам ки ба муродамон мерасем. зиқ нашав. албатта ягон илоҷашро меёбем. ман равам акнун. модарам маро интизоранд. бадрия, як дақиқа. ин аз они туст. ташаккур. اون طرفش خطرناک است اکا. راست میگویی. من از پیش میروم، تو از پسی من بیا. طور نمیشود اکا. از برادر. چرا فرهاد را همراهتان نگرفتی؟ چرا نگرفتم؟ پسرم را دیده و دانسته به مرگ روان کنم. درست میگوید، مهری پدری است. فرهاد پسر یگانه ای من است. نسل ما را او دوام میدهد. نمیخواهم با او یگان واقع روی دهد. بله اکا، راست میگوید. دوستان، مرا خوب گوش کن. گپ زنید اکا. اگر با من یگان چیز شود، فرهاد و خدیجه را تو خانه دار میکنی. فرهاد به تو امانت. اکا شما چی ها میگویید؟ از دهانتان شمول برد، گویا با مرگ میرفته باشید. پنهان شوید. گویید شما را فردا بفریزه بکا. آقا! اما کدوم پروندم پدر! زخمش آواز میرست. دکتر لازم. سلامتك يا أخي. در حالت بیهوشی یافتم. یگان جایش نشکسته باشد گفته؟ نفس کردید که یا شد؟ انا در اینجا. خلای زیلال. پسرم برات. ایمانم خلای زیلال توهیر. تو
برات هستی، پسری من هستی. به شما را برات میگوید آقای دکتر. او حالا با خود آمده است. کمک کنید اکا یشر، با نقطه طبی میبریم. چی کار میکنی فرهاد؟ بغیر از خونه دار شدن با خطیچه دیگر چاره نداری. یک کار کرده بدریه رو میگریزونم. تو دیوانه شده ای؟ موسا هر دویتون رو میکشد. پدر فراره تو بدرون بره. صاحب چی شد؟ پدر زودتر وای من مرم. وای چی شد؟ وای چی شد؟ احتیاط کنید بدرون. خلیل بادی خط باشیم. خلیل زود رفته دختر رو بیاره. وای چی شد؟ مایلش با که شرگویی که احوال خاله زلال خوب است، در بیرون انتظار نشود. به من چی شد؟ خدا شفا دهد. پسرم شکر که تو را میبینم. خاله زلال اکا یشر شما را در کوه بیهوش یافت. من رو خبر کرد شما را به اینجا آوردیم. خسته شدید، فشار خونتون پست شده است. باید کمی استراحت کنید. وقتی خطیچه در چنین حال است من چطور استراحت کنم؟ ایستید خاله زلال. وقتی آقای بسری اپای خطیچه آمده را میدونم. اپای خطیچه گریخته به اینجا آمده بودند، او را پنهان کردیم. همو سیلو دوران زینب را بردند. تو و معلم خاندار شدید؟ بله خاله زلال، اما حضور زینب در دست سیلو دوران است. شاید خسوری خدیجه با تشکیلات همکاری داشته باشد. برای وازی جانی زینب خدیجه رو طلب کردند. نوعلاج راضی شدم. زینب رو نکشند، گفته اپای خدیجه رفت. باید استراحت کنید خاله زلال. برفینم را نجات داده نتوانستم. خدیجه ام را هم از دست دادم. من چطور استراحت کنم؟ همش خوب می شود. فرزندانم را از دست دادم. در اصل یک راهی نجات اپای خدیجه هست. فرهاد دوست داشته دارد. برای با خانه دار شدن پول لازم است. خلیل این پول را از کجا می یابد؟ اپای خدیجه به من هم گفته بودند اگر پول رو یابند فرهاد به دوست داشته‌اش میرسد. اپای خدیجه باشند نجات مییابند. اگر آن پول را نیابیم خدیجه را نجات داده نمیتوانیم. برای نجات دادن دختر زلال ما باید پول دهیم؟ دکتر تو ما را کی گمان کردی؟ خدیجه حیات زینب رو نجات داد. شما باشد خدیجه رو نجات دهید. اما که رفیق اصلا داماد راست میگوید. ما از خدیجه قرض داریم. گوش کن حامد، دختر دشمن خونی هم را باید نجات دهیم. اگر این کار را کنی تو را هرگز نمیبخشم. داماد مرا به این کار همراه نکن. نمیتوانم. بعد اکرم میرنجد. بیشاگی ها به من کمک نمی کنند پسرم. خودت را بیهوده عذاب نده. اما که حمید کمک میکردند. اما آقای رافع زید برآمد میدانم. بله خالای زلال زید برآمد نخواست. با اپای خدیجه چه خیلی کمک میکنیم؟ بغیر از فروختن خانه هم دیگر علاج ندارم. خانه‌تون رو میفروشید؟ برای نجات دادن خدیجه دیگر علاج دارم. آقای دکتر کسی جیغ میزنه. آقای دکتر چی واقعه؟ آقای دکتر اما که خیلی تیر خوردن. آرام شو حاضر میرویم. شاید جراحی کردن لازم شود. دیلو جزردانی کلان رو بیار. اما کت رو کی پراند؟ در سرحد تیر پرانی شد. خالای زلال شما راه نگردید. استراحت کردم رو انتظار شوید. بیا رفتیم. خلیل رو پراندن دیلو؟ بله خاله جان پراندند. با کجا می روید؟ دکتر به نزد خلیل می رود دیلو. من هم از پسش می روم. شاید با این بهونه خدیجه رو می بینم. با چنین احوال به هیچ کجا نمی روید. کنی دروید پیش رو هم رو نگیر دیلو. مورم هم می روم. استید خاله زلال.
شما در همین جا ایستید. خبری نوه گرفتم. در سرحد تیرپرانی شده است. سلاح ها را گرفتن نتوانستیم. ما چیکار کنیم جناب سبا؟ شنیدین زال شوید؟ در اونجا احوالات خوب است؟ من خوبم جناب سبا، تشکر. اگر چیزی تو رو ناراحت کند ما را خبردار کن. خوب شده است جناب. با اجازت شما کمی استراحت میکنم جناب. خوب رو استراحت کن. عباد. نه بای جناب. با من بیا. تا آوردن سلاح من استراحت میکنم. من نوبتدار میستم. خب مرا ناراحت نکنید، فهمم؟ خوب شده است. باید تیر رو گیرم. زود آبی گرم و دوکای تازه بیارید. ینگه زود رفته بیارید. حاضر آقای دکتر. پدرم صحت میشوند آقای دکتر. صحت میشوند، زیخ نشو. مرحمت آقای دکتر. این زن از کجا پیدا شد؟ چرا آمدی ها؟ چرا آمدی؟ نگفته بودم که دیگر به اینجا نبیا. دخترم را دیدم میخوام. در غمی جانو، قصاب در غمی چربو. هیچ گپ نه، اجازه دهید دخترش رو ببیند. این مسئله اویلوی است دکتر. تو به این دخالت نکن. یا حالا هم ایستاده است. کلی در شب از اینجا. دست کن درسون. بسیار داد نزن. مانزیلال دخترش را ببیند. آخر مادر است. تو کاردار نشم، فهمیدی؟ از پس کارت شو. امک مادرم راست میگویند. عیب است، این خیل نکنید. بیا زیرو، بیا. تو رو به نزد دخترت میبرم. بیا. مادر جان، مادر جان، مادر جان. شما از حبس خانه رها یافته، اما من در حبس خانه هم مادر جان. تو هم رها مییابی دخترم، رها مییابی. مشکل است، خیلی مشکل. خدیجه، فرهاد یک دوست داشته است. اگر او رو با اون دختر خانه‌دار کنیم تو هم رها مییابی دخترم. برای فرهاد هم خیلی خوب میشود. با اون دختر عاشق شده است، اما اگر پول ندهیم موسی مگر به ما دخترش را میدهد. پول را مییابیم دخترم. این دختری کیست؟ از کدام اولاد است؟ بدریه، دختری موسی. بدریه دختری احمدیه؟ خودش از دهه شماست. بعدی با سلاحداران همراه شدن این دختری کلانیش به اینجا کشیده آمدن. خودت میدونی؟ بله میدونم. دختری کلانیش کیچه بود. در کودکی همون من و اهدیه مثل ابای و خواهر بودیم. اهدیه؟ زن باز از کجا پیدا شد؟ اهدیه؟ اهدیه خواهرم در خانه هستی؟ خواهرم این من
زلال خدایو اپای زلال ببخشید نشناختم. خوش آمدید. تشکر. خوش باشید. اپای زلال خوب هستید؟ بیایید به درون درایید. کمی صحبت شوهر میکنیم. در خانه است. با تو گپ دارم عهدیه. نه در خانه نیست. بیایید درایید اپا جان درایید. خوش اومدید خاله جان. بدریه صدری در درون است. خوراکش را ده. بعد به ما چای دم کن. خوب شده است مادر جان. این دخترت بدریه بود. خدا را شکر کلان شده است. همین طور وقت زود میگذرد. صدری حالا هم صحت نشده نه است. همان احوال. بیا عهدیه. شین کمی گپ میزنیم. بدریه و برادر شوهر ختیچه فرهاد همدیگر را دوست می دارند. آنها را ناامید نکنید. مانید خانه‌دار شوند. دختری من هم نجات می یابد. موسی از اگرویش نمیماند زلال. پولی کلام میخواهد. این طور باشد خانه ام را فروخته پولی خواست را می دهم. میترسم که دیر می شود. 1 هفته پس بدری عروس می شود. اگر دردی موسی پول باشد من پول یافته می دهم. بدریه را می گیرم. با موسی عیناً همی خیل رسان میلش. خیر نغزم. خوش آمدید اپا جان. باز بیایید اپا جان. کنی صدری دهانت رو کشو. ما رو عذاب نده. کارهایم زیاد است. بس اپا دیگر نمیخورم. اینا به حضور میشود. بیامون دروغ نگو. هر دفعه یک گپ رو میگویی. کنی دهانت رو کشو داده رکم. آفرین. اپا دود نزن بدریه. مرا اپا فرستوند. اپا هم گفتی؟ بله. اپا هم در کجاست؟ او آمده نتوانست. مرا فرستوند. تو کیستی؟ من مژده. زود تیار شو. تو رو با فرهاد میگریزانم. میگریزانی؟ بله. نمیخواهی؟ میخواهم. این خیلی باشد. خیز شتاب کن. بدریه زود پنهان شو. مادرم میآیم. بدریه صدری خوراکش رو خورد؟ ها خورد. تو با این طبق چی کار کردی؟ نخواست از دستم افتید. میروید آقای دکتر؟ میروم اما باز برای معاینه کردن میآیم. خدا از شما راضی باشد. هم من و هم پدرم رو نجات دادید. زیغ نشو. همش خوب میشود فرهاد. تو حالا باید خودت رو با قوت گیری. آکم کی به خود میآیند آقای دکتر؟ برای به خود اومدنش وقت لازم است. زودتر شفا یابند و نکاح فرهاد را گذرانیم. مگر از این نکاح دست کشیده نمی شود. دکتر اکرم را نجات دادی تشکر. اما اگر به دیگر کارها دخالت کردن خواهی دیگر به این خانه پاید را نمان. همه‌تان دانسته مانید
خواهشی آخرین یکم همین است. فهما؟ اما چرا یک روی میکنید؟ من با ینگم خانه‌دار شدن نمیخواهم. به همسر یکم بود. تو یگان ذره شرم و حیا نداری. پدرت در این 30 سال به تو ضرر نرسد گفته به سرحد رفت، جانش را فدا کرد، اما فکر و یاد تو در بدریه است. تو چه خیل فرزند هستی؟ حیفی تو. برو مادرم رفتند. شیدوب کن، باید زودتر از اینجا رویم. مایلش میرویم. اپا زود بیا. مادر در خونه چی تفر از اینجا میبریم؟ تو خاطر نشو، با من بیا. بسیجا تو کن ریختن میخوای؟ من دوستی که چه؟ یکی سلاح بدستان؟ به خانه من سلاح بدست نمیاد راید تو رو میتونم. تو چی کار میکنی موسا؟ زن چشمت کجا بود؟ دخترت میگوریزد تو باشی خبر نداری و باز با دوستی که چه با این سلاح بدست. آروم شو آخی تو از خرچ کار کردنت رو نمیدانی، قاتل میشوی. اگر او را کشم کسی از منی صحبه شما نگرد. این برفین است، برفین است. دختری زلول، من و مادرش مثل اپای و خواهر بودیم. من رو از خودش میشناسم، از برای خدا بس کن موسا. اینطور باشد نمیکشم، بلکه به سربازان میسپارم. باید زود خونم را فروشم رئیس. برای چی؟ چرا خونتون رو میفروشد خاله زیلول؟ پول لازم قزبان. پول برای چی لازم است؟ قزبان میمانی با این زن گپ زنم. گپ زنید پدر، چی نموندم؟ گوش کن زیلال، میدانی که ده همون فقیر است. در مدتی کوتاه کسی پولی گفتت رو یافته نمیتواند. این پول تنها در دست بیشوقی هاست، اما آنها از تو نمیخرند. من یک دو تنگه جمع کردگی دارم، لیکن تنها به خاطر به تو کمک کردن میخرم. براستی؟ میخرم اما پولی من خیلی کم است. چقدر است؟ همگی نصف پولی که تو میخواهی. انصاف کنید رئیس. با خدا دیگر پول ندارم. خیر، چه علاج می شود؟ من به نقطه طبی می روم، شما پول را به سند خرید و فروش به آنجا بیارید. مایلش خانم زیلال، حاضر بیارم. قزبان بخیر از قزبان چه گپ؟ کاری خرید و فروش مکی رفیه. خاله زیلول خونه‌شون رو فروختن، پدرمش از خریدن. نه بخیر است آقای رافع؟ یعنی از زیلال خانه خریدی؟ دلم سوخت خریدم. ما در انتخابات تو را دستگیری کردیم، تو باشی با دشمن خونی بیشاگی ها خرید و فروش میکنی. ما هم از این پس همین طور مناسبت میکنیم، تو دیگر در بری ما نیستی. آقای رافع سراسیما نشوید، زود به خشم نمایید، کمی صبر کنید. خونم هم از دست رفت. اکنون چی کار میکنید خاله زیلول؟ شاید همراه خدیجه یگان سرپناهی مییابیم. این فیل نگوید. شما با کلبچه من گذارید، من اینجا میمونم. تشکر پسرم. شما ناراحت نشوید آقای طاهر، من خاله زیلول را تنها نمیگذارم. خاله زیلول گریه نکنید، آروم شوید، همش خوب میشود. کاری شده شد، بلاهای نمانده است که به سری من نآمده باشد. دخترانم حیف شدند.
اول پای خدیجه رو رها میکنیم، بعد برفین رو برمیگردانیم. انشالله فرزندانتون یک روز در براتون میشوند. انشالله پسرم. هر سیشان باز به نسل برمیگردند. فرزند سیومتون کیست؟ جنابی سبا تو را جغ میزنم. مژده در را کشو مژده. همین خودم زده نمی کشویان. با او چی شده باشد؟ باز نمورده باشد. مژده شما در اینجا چیکار میکنید؟ جناب مژده صدایش را نمیبرورم. شاید با او چیز شده است. چرا ایستادید؟ در را شکنید آخر. مژده نیست جناب. این دختر به کجا رفته است؟ یا اینکه گریخته است؟ پدرت تو را فرستاد قیزبان؟ بله. حجت های خانه کجاست؟ پول؟ پدرم از فکرشون گشتند خدا. چی؟ از فکرش گشت؟ بله، خونه‌تون رو نمیخریم. دخترم از رفت. خدیجه هم رفت. خدای زیلال خودتون رو به دست گیرید. بیمار میشوید و خیر. در ده دیگر کسی خونم رو خریده نمیتواند. یگان راه دیگری رها کردن یک خدیجه رو میابیم. تنها یک راه است. آن هم خدیجه را گریزاندن. اما چی دور خدیجه را از اون خونه میبرورم؟ من برای با اون خونه در اومدنتون کمک میکنم خدای زیلال. در حقیقت کمکم میکنی؟ البته کمک میکنم. من با اونجا برای موینه امک خلیل میروم. این دور باشه. زودتر رویم. بیو خدیجه را از اونها میگیریم. حاضر جز دونم رو گیرم. هی تو باز ما را گوش کردی. این گوشت کر بود. با قیزبان به او خبر رسوندم که خانه‌اش را نمیخرم. من همیشه در بری شاگیا هستم. احمق، برای تو شده خانه‌ای بی پول رو از دست دادم. پدر گفتم ایها اگر میدیدید که چطور زیغ شد، اما بازم از خدیجه دست نمیکشد. با دکتر یک جا شده انشالله دخترش رو میگریزاند. دلم سوخت. خدیجه رو چطور میگریزاند است؟ یعنی خدیجه را میگریزانند؟ با دقت باشید. دکتر با زیلال نقششون رو کشیدند. این دکتر با دهه کهنه عادتهای نو آوردنی است. نمیدانم جاسوس از کی است. ما را از عرف و عادتمان دور کردن میخواهد. خدایا باید با دقت باشیم. کسی خدیجه را گریزانده نمیتواند. صدیق کنی ببرو مرا. نباید پدر. صدیق تو رفته دامولو را خبر کن. گوی که نکاح کردن لازم. مایلش پدر. تو باشی جعفر. سلاح را گرفته در نزدی در خدیجه را پاسبانی میکنی. خوب شده است پدر. تشکر رئیس. سلامت باش. یه وقت حساب را برابر میکنیم. همین طور نه؟ برابر میکنیم. تا باز دیدن. تشکر رئیس. تویتون مبارک شود. آماده شو. باز تو را نکاح میکنیم. به خانه درا. تو را با خدیجه نکاح میکنم. ولی رو نمیبرایی. من رو در کجا انتظار شدنتون رو فراموش نکنید. فراموش نمی کنم. روید خدا مدد کند خالای زیلال. با تو هم خدا مدد کند.
برای موینه آقای خلیل اومدم. گذر. کچه مرا سوزاندی. سینان چی گپ شد؟ سینان مشتاق ریخت. تو چه ها میگوی ابله؟ سلاح ها در کجا؟ سلاح ها را کم دیر میارن گفتم. در خانه جناب سبا انتظار بودیم. مشتاق برای استراحت به خانه در آمد. بعد ابله این دختر مرا دیوانه میکند. که چه این احمق با کدام گود در آمده است؟ کنی راه گرد بده همه رویم. رفتیم دختر رفتیم. راه گردید. آقای دکتر مرحمت خوراک تیار است. با اشتباه توم من بدتر میخورم. آقای دکتر رو به خوراک دعوت کردید؟ دعوت کردم اما دیرتر میخورده است. زود باشید حاضر دامولو میآید. از نعمت روی نمیگرداند. خوراک را خور. خالای زیلال همه‌شون خوراک خورده ایستادند. میلش زود رفتن دخترم را میگیرم. در اینجا چی میکابی دختر؟ برای آب نوشیدن بر اومدم. برای چه خوراک نخوردی؟ موینه آقای خلیل رو تمام کنم بعد میخورم. بیایید خالای زیلال. خدیجه دخترم خدیجه برای بردنی تو آمدم. کنی خیز دخترم بیا. مادر جون از سریزه برآمدن نمیتوانیم پنجره دارد. این طور باشد از در میبرای دامون آمد. برای نکاح کردن آمد است. بیایید زودتر پنهان شوید مادر جان. چیکار میکنیم خدیجه؟ بیایید مادر جان به جوان درآیید. بیایید. خوش آمدم. حالا دامولو هم آمدن. تشکر. آقای خلیل نیستند مگر؟ کمی نوتاب شدند. خدا شفای کامل دهد. تشکر. گذارید هر چی زودتر نکاح را گذرانیم. پسرم ینگی خدیجه رو جیغ زن. میلش. عروس و داماد به این طرف گذرم. شاهدها هم بیایم. خدا جوان دخترانم را یک بار از دست دادم.
دختر با کجا رفته باشد؟ این کار کرده این مژده را بینید. اصلا شما او رو بهتر میدونید، اما من باوری ندارم که گریخته باشد. شاید به سرش یگان بلای اومده باشد. آخر تیریزا را شده برآمده است. اجازه دهید ده را کابیم جناب. زود به خشم نبیا سینان. اگر مردم فهمند که شخصی از تشکیلات گریخته است برای ما خوب نمی شود. گریخته می شده از گفته گریختن می گیرند. خودت هم می دانی از دور و نزدیک فرزندانشون در دست ما است. از این پس همه‌شون به این کار دست می زنند. ایباد و ایسته پرسجو می کند میلش. ایباد لبه جناب. ایباد این دختر را نغزکک جستجو کن. اطاعت جناب. زودتر. اگر یابم پست میکنم. پروا نکن، آرامی یابیم. در درون خوراک آماده کردند. بیایید رفتیم. کچا لبای سینون تو با کجا میروی؟ وای با جستجوی مژده میروم. گوش کن کچا از پیش چشمم دور نرو. کنی به درون درو زودتر. در کجای مژده؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الفاتحة. پسری خلیل و زلیخا فرهاد، دختری سلیمان و زلال خدیجه را به همسری قبول میکنید؟ جوانان خانه‌دار شدن نمیخواهند. آنها را نکاح نکنید دومولو. گوش کنید، هر دوی آنها راضی نیستند. دومولو یک دقیقه اجازت میدهید؟ مرحمت. دکتر کنی با من بیا. دکتر تو چی از جان اسیر شده ای؟ تو خانه‌دار کردن آنها هر دویشان را کشید بهتر است. دل تو را میپرانم. دورجان با دکتر دست نرسان. اکا شکر که از جایتون خستید. با دکتر تشکر گوی. از او چی میخوایی؟ برای نکاح فرهاد و خدیجه مانع شدن خواست اکا. پسرم به من گوش کن. میدانم که به این کار راضی نیستی، لیکن برای همه امان این بهتر است. خطا میکنید آقای خلیل. مرا برید نکاح را گذرانید. بعد از برفی نپای خدیجه رو هم از دست داد. جبر شد به خلای زلال. چی علاج فرهاد؟ اکنون مثل اپا و دادر زندگی میکنیم. دیگر چاره نداریم. تو در اینجا خواب کن، من آنجا میخوابم. خلای زینا؟ التماس فرهاد کسی نفهمد. بیا به خونه میروم. چی طور میروم مادر؟ ما رو نکاح کردن.
چرا با دوست داشتهت خانه‌دار نشدی و حیاتی دخترم را سوزاندی؟ این چه خیلی جوان مردی است. مادر جان گناهی ندارد، رو جنگ نکنید. این خیر شدنش رو هم نمی‌کنه. فرهاد شما از تیرزه بروید. در اونجا چی گپ است؟ چیزی نیست سمک. چی گپ است در اونجا؟ هیچ گپ نیست سمک. خیر روید مادر جان. روید خیر روید. باید در اینجا وام میخوردیم. همین خیلی مسئلت کرده بودیم اما کیزیکو چرا دیر کرد؟ باز بر سرش یکم بلان آمده باشد. کجا شدید خالای زیلال؟ چی حال داره؟ احوالم خوب نیست پسرم. بیایید گذارید خالای زیلال. گذاشته شید. خالای زیلال گیره نکنید. من یک راهی نجات دادن پی خدیجه رو یافتم. دیر شد نگاه کردم. هیچ کم نه. گوش کنید. فرهاد اگر با دوست داشتش گریزد اپای خدیجه نجات می‌یابد. همه چیز رو آماده کرده او رو با دختر می‌گریزانیم. اگر آنها گریزند خلیل دیگر و دخترم کاردار نمی‌شود. نه دیده راهی حلش رو یافتیم. کمی آب دهید. حاضر خواهرم حاضر. آقای زکا مانی جنابی سبا می آیند. زود کنوشه زودتر در آیند. آقای زکا بیایید می رویم. در این وقت شب بخیر هستی بود؟ یک نفر از تشکیلات گریخته است، او را میکوبیم. جناب سبا گفتند که زکا هم بیاید. کی گریخته است؟ نامش چیست؟ گریخته است یا مرده است معلوم نیست. دختر جوان نامش مجده. مایلش رفتیم میکوبیم. جستجوش میکنیم. چی شد خالای زیلال؟ مجدهی گفتهش برفین است. نترس دخترم، برایت خوراک آوردم. و شوهرت گوی که مرا آزاد کند وگرنه تشکیلات به سرش بالا میارد. فهمیدی؟ موسا گپ رو گوش نمی کند. تو در اینجا چکار میکنی؟ گرسنه است گفته به او خوراک آوردم. من به سگان تشکیلات خوراک نمیدم. اگر پای دیگر به اینجا درایی پایهایت رو میشکن مهدیم. توبه دیگر نمی درایم. تا آمدنی سربازان تنشان نمیکشایی. مایلش دیگر نمیکشایم. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو با خبر شوید. بدریا دیشب تو رو با ینگر نکاح کردن میدونم. مجبور کردم بدریا. من نمیخواستم. فرهاد گپ زن بدریا. مرا باشد با یک مردی سو خورده میدهم. نشد فرهاد، نصیب نبوده است.
گذر خواهرم عدیه. تو در اینجا چی کار میکنی؟ تو رو میجویم زلال. برفین در خانه ما است. برفینی من؟ به خدا در خانه ما است زلال. خواهرم به من عمری دوباره بخشیدی، وگرنه از غم این دختر میمردم. من هم مادر هستم، درد فرزند رو میدانم. چرا ایستاده‌ایم؟ رفته برفین را بیاریم. این آسان نیست. برفی آدمی تشکیلات از گفته موسی او رو در تخانه محکم کرده است. موسی خودش کیست؟ من رفتم دخترم رو میارم. نیست. اگر جنجال برداری جنابی سبا خبردار می شود. سینان هم در همین جاست. آنها نیز برفین را می جویند. اما که زیکو راست میگویند. برفین را از دست میدهیم. اکنون چی کار میکنیم؟ موسی خبردار نشده برفین را گریزاندن لازم. مرحمت پدر. با برفین هم چای برم؟ قهرمان آر زود به درون درو. سلام علیکم. و علیکم السلام. مرحمت دکتر چی میخواستی؟ و شما گپی مهم دارم آقای موسی. کنیگاه چی بود است اون گپی مهمت؟ در درون صحبت نکردیم؟ چرا در اینجا نه؟ خدا را توبه، چه آدم باشد. کنی گذر. دخترم این منم. مادرم مرا نشناختی؟ مادر جان. بله من. رفتیم زودتر رفتیم. این شمایی؟ رفتیم دخترم زود رفتیم. پول خواستهاتون رو 2 برابر زیاد میدهم. تو با من بازی میکنی دکتر؟ فرهاد خانه‌دار شد، دیگری از آن خیلی پول لازم نیست. مادام فرهاد خانه‌دار شده باشد حجت گپ نیست. گپ زن دکتر، چی در داری؟ چرا برای پسر و دختران دیگران سرگردان میشی ها؟ دخترم دهار زود باش. خالای زیلال در آخر او را برگرداندید. چرا تو دایی مرا تعقیب میکنی؟ آقای دکتر را نشناختی دخترم؟ مرا همیشه دشمن میحسابی. کچه خواهرت رو نجات داده نتوانستم. برفین به نزد من بیا. نه مادر نمیتوانم. کچه سینان تا دهاتون هم میرود، در همه جا رو میجوید. زود باید مژده رو در یگان جای بیخوف پنهان کنیم. کچه بگذارو به خونه اشون برگردند. در بیرون نیستید، زودتر. به خونه ما که زیکو میرویم. رفته بیایید زودتر باشید. از مژده هیچ خبری نیست سینا. فهما آماده شوید، میرویم. زودتر میرویم. برا کچه در کجاست؟ همینجا بود کماندان. همینجا بود، حالا در کجاست؟ نمیدونم. کچه با کجا غیب زدم؟ میرویم. رفتیم.
خواهرم را برای پول شده به یک مردی سالخورده میدهند. به این روزی نیستم. بدریه را گریزاند گفتم مژده رو فرستادم. اما متاسفانه پدرت ما را دستگیر کرد. بدریه فرهاد را دوست می‌دارد. فرهاد هم بدریه را دوست می‌دارد. لیکن فرهاد را با دختری من نکاح کردند. به حال آنها رحم کس می‌آید. برای خوشبخت شدن این دو جوان تنها یک راه است. فرهاد و بدریه را از اینجا می‌گریزانیم. فرهاد از پدرم می‌ترسد. بدریه را نمی‌گریزاند. اگر او نتواند ما می‌گریزانیم. بعد اونها رو یک جا نموده به شهر می‌فرستیم. همونجا خانه دار می‌شوند. خیلی خوب. هیچ نباشد. خواهرم مثل من نمی‌شود. این طور باشد. شتاب کنیم. ما بدریه رو به اینجا می‌آوریم. مایلش. من باشم فرهاد رو به اینجا می‌آورم. تو با کدام رویت به اینجا آمدی دختر؟ کنی دستم؟ میروم لیکن زخمی آقای خلیل زرداب گرفته. خونش زهرآلود شده میمیرد. ایستا شوخی کردم. رفت اکای خلیل رو خبر گیر. چه حال داری فرهاد؟ خوش اومدید آقا دکتر. خوش باشه. مرحبا. گذارید. غمگین مینمایی؟ مجبورم که با چون این زندگی عادت کنم. تو برای چون این زندگی مجبور نیستی. به خانه زیکو رو. بدری همونجا می آید. اگر خواهی هر دویتون رو به شهر می فرستیم همونجا خانه دار شده حیاتی خوش و خرسندانه رو سر می کنید. اشکال نیست. همه حجره ها را یک به یک از نظر گذراندید. بله کماندو. کیچه در خانه نیست سینام. دف شوید. روید. دف شوید. اوکیچه تو چی نقشه داری نمیدانم. بخیر است سینام. انکنون کیچه غیب زد جنابی سبا. چی خیب غیب زده است؟ در خرابزار همراه همان بود بعد ناگهان غیب زد. گوش کن. خانه پدری کیچه همینجاست. شاید با اونجا رفته باشد. مناسبتی کیچه با پدرش خوب نیست. لیکن کی میداند شاید آنجا باشد. با فکرم پدرم در خانه نیستند. اگر در خانه باشد من به خانه نمیروم. اهدیه زلال؟ شوهر در خانه؟ نه به خانه درآیید. پدرم نیستند. رفتیم زودتر. کنی بیگوی گریختنی برفین را شوهرت فهمید؟ البته فهمید. از جهنم سیر شدم. خواهرم اهدیه مرا ببخش. هیچ گپ نه. خدا را شکر دخترت نجات یافت. اپا برای چی اومدید؟ تو رو میگریزونیم. بیا زود آماده شو. کجا میرویم؟ تو رو به نزد فرهاد میبرم. بعد از اونجا به شهر میفرستیم. زود باش زودتر آماده شو. دادرکم دادر جانی من
هادیه؟ هادیه؟ موسا؟ این زن در خانه من چیکار میکند؟ زلال در خانه همون مهمان است موسا. چه خیل مهمان هادیه؟ تو مرا دیوانه کردن میخوایی؟ کنی دست خل از اینجا دیگر پایت را بخونم نبدار فهمیدی؟ اگر نه پایت را نشکنم من چه گفتم؟ آوازی پدرت طرف شو دیگر پایت را به اینجا نگذار. رفتی زودتر چی کار کردی؟ نخواد مهمون را پیش کنم گپ نزن. من بعد با تو گپ میزنم. به این طرف می آیم. برای دخترها زودتر برای داخل. خدایا به من مدد رسان. یعنی تو نمرده ای؟ بالمرحلة اللي جاية في أيام صعبة كتير رح بنواجهها كلنا يا جماعة، لأنه الإرهاب وفكره اللي عم يدعمنا لحد اليوم عم بيعيش مرحلة الاحتضار ويمكن نفقده، وهذا الشيء عم يسبب لنا صعوبة بأنه نلاقي عناصر وأفراد جداد لحتى نطالعهم على الجبال. ومن مدة 10 سنين كان تحت تصرفنا 165 تنظيم مسلح ومجهز بالكامل، وللأسف اليوم العدد نزل ل6 بس. تقييمكم هاد انتوا اخطأتوا كتير، ما رح تنجحوا اذا ما ضعفتوا علاقة التركي بدينه، واذا ما نسيتوا الروابط العائلية، وما رح تحققوا مشروع التحول الاجتماعي بدون استخدام قوة التعصب القومي وتعزيز الاستغلال الرأسمالي، مشان تقدروا توصلوا لنتيجة حتمية بالسيطرة على الشعب بكامله. تخلينا عن الماضي ما بيغير اي شيء بهالمرحلة اللي عايشينها هلأ. لازم نترك الماضي ورانا ونحط قدامنا هدفنا الأساسي واللي هو إضعاف إدارة تركيا. ومشان هيك المفروض أنه ننظم الناس المتذمرين غير المنظمين ويلي إلهم علاقة بالمخدرات ويلي بيتعاطوا الحبوب وغيرها، وكل الناس اللي ما عندهم شغل. وبهدول الناس بدنا ننشط الاغتيالات وعمليات التفجير اللي فاعلها مجهول. يا معلم، بالمشروع الجديد رح نستخدم المقاتلين الجدد اللي اجوا من الأناضول وعطيناهم محلات جديدة. ممتاز، معناتها إذا هيك صار الوقت المناسب لتسليم الأسلحة والمتفجرات للمنظمات الأصولية. طيب حضرتكم عم تفكروا شي يا ترى بإيجاد روابط مشتركة بين هي المنظمات الدينية الأصولية والأشخاص المتعلمين؟ معقول ما أفكر بهالشي؟ لأنه هدول الناس علاقتهم قوية مو بس بداخل تركيا، لا بكل بلاد العالم كمان. والمصيبة الكبيرة انهم بيوثقوا ببعضهم كتير، منشان هيك رح يجننوني، لانه هدول هن الوحيدين اللي عم يكشفوا كل خططنا وكل تصرفاتنا، وما في اي شيء عم يخوفهم ابدا. وحتى منظمات المجتمع المدني عم بتوقف ضدنا، والشعب لما عم بيقارن بين اعمالهم وبين اعمالنا عم ينقم علينا وعم نوصل لطريق مسدود. ولا يهمكن، رح نهتم فيهم لهدول المتعلمين، ورح ندخل بيناتهم عناصر من المنظمات الدينية الأصولية ونخليهم يسيطروا عليهم وعلى أفكارهم. ونحن يا معلم رح نتصرف كأجهزة إعلام، ورح نهتم أكثر بكتير بهدول الناس. حتى أنا أعطيت أوامر للعناصر يلي عندي إنهم يبلشوا يكتبوا عن هدول الناس مشان توصل أخبارهم للعالم ويقولوا إنه في لهم علاقة بالتنظيم. يعني نحن عم نجهز لكم الأرضية وحضرتكم تتصرفوا معهم باللازم. ولازم ندخل عناصر من المنظمات الدينية المتعصبة يلي فيها رجال ملتحية ونسلمهم مراكز حساسة وهامة، وبعد ما نوقعهم بالمشاكل بنستغلهم لصالحنا، وبعدين بنحكي بالإعلام إنه الأصولية تغلغلت بكل مكان بالدولة، وهيك بنستغل شغلة الأصولية بشكل جيد. ليكي انت عم تقولي إنه لازم نستغل شغلة الأصولية ونوظفها لصالحنا، وبدك يانا نعمل هيك ونساوي هيك. بس فيك تقولي لي حضرتك شو عم يصير بجماعتنا وليش عم يتأثروا فيهم بشكل كبير لدرجة انه ما عم نميز بيناتهم؟ نحن في عنا هلأ خطتين، ألف وب، وعم نهيئ الأرضية لثورة اجتماعية منظمة لحتى نوصل لحكم عسكري. وسبق وعملنا هالشي بالماضي وكل الناس بتعرف هالشي، وخاصة اللي بيشتغلوا بالمونتاج. وبتعرفوا انه في عنا ناس مشهورين بالتلفزيون كتير، وبظن صار في عندهم خبرة منيحة. ولا تنسوا انه هدول عندهم مشاريع كبيرة. يا جماعة الدين لسه في له تأثير كتير كبير على هالمجتمع،
لازم تعملوا شغلات جديدة مشان تغير مكانة الدين. اوكي؟ نحن في عنا مشروع قديم صار لازم نجدده، وطبعا انهينا التحضيرات لتأسيس منظمة دينية أصولية بمنطقة الجنوب الشرقي، وهي المنظمة رح بتقوم بجرائم وحشية وعمليات استفزازية، وهيك رح تنهار مكانة الدين، ووقت المتدينين رح يوصلوا لمرحلة ما حدا فيهم رح يقدر يمشي بالشارع. ممتاز، وندرفول. يا معلم، المفروض نخطط للمستقبل كتير منيح، ولازم نوتر الوضع أكتر من هيك عن طريق تنزيل النقابيين على الشوارع وتحريض الشعب ليوقف ضد الحكومة، ونحرض الناس مشان تعمل مظاهرات، ونخليهم يرفعوا شعارات البحث عن الشغل والطعام. وغير هيك المفروض نستفيد من العمليات اللي صارت بالجامعات، وبحجة 23 نيسان لازم ننظم اجتماعات ونبدأ بعمليات موسعة ضد الحجاب. وندرفول. بزانو گفتم، بزانو رویدن باز شد خانم. این دفعه از دستم نجات نمیابی. تو را میکشم.